بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام دارم خدمت بینندگان برنامه هفتگی امت. خرسند و خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. 7 ثور و 8 ثور دو رویداد و روایت متضاد در تاریخ معاصر افغانستان است. این دو روایت و رویداد تاریخ افغانستان را با هم رقم زد. یکی 7 ثور رویداد کودتای کمونیستی بر ضد نظام سردار محمد داود خان و همچنان 8 ثور سال روز پیروزی جهاد مردم افغانستان است. ما بحث و برنامه امشب امت را اختصاص یافتیم و دادیم به همین دو مبحث. در این بحث و برنامه در خدمت جناب استاد توریالی همت، شخصیت جهادی هستیم که انشاءالله پیرامون هر دو موضوع و مسئله صحبت‌های بیشتر خواهیم داشت. همت صاحب بخیر آمدین، انشاءالله خوب هستین؟ سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر میکنم همت صاحب که به بحث برنامه امت تشریف آوردین. در آغاز یک مقدار پیرامون رویداد و یا کودتای 7 ثور صحبت بکنیم که 7 ثور چگونه اتفاق افتاد، چگونه کمونیست‌ها یا هر دو جناح خلق و پرچم به این توافق رسیدن و که باید کودتای 7 ثور را بفته و به ضد نظام سردار محمد داود خان کودتا کردن و یک کودتای یا رویداد خونینی در تاریخ معاصر افغانستان تلقی میشه. از همین روایتتان از 7 ثور چی است و چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم محمد اسماعیل احمدی صاحب زتا سلام او د نور تلویزیون د امت و ځینې برنامه کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. له تاسو ډیره مننه چې ما غوندې یو عاجز شخصیتم د وزینې او درنې برنامې ته دعوت کړم. د ځان لپاره ویاړ ګڼم او تاسو ته الله نه اجر غواړم. راځم د تا د دې سوال په کماته اگر برای ما کمی فرصت بدی که ما کمی می تو چشم دید چیزا و که شنیدم از اون نفره که وکیل بود در وقت ظاهرشاه در 1343 ما دیروز پریروز شو با وکیل باز محمد که در دوره 12 و در دوره 13 هم وقت ظاهرشاه وکیل بود و او شوم رایش رفتم نماز شامم برش دادم، چشمایش هم کار میکنه، دستایش هم کار میکنه، پایش هم بستادگی هم رای ما نماز خان. از او پرسان کردم که ما امر خدای خود وعده کردیم که ما یا چشمدی چیزا میگم یا از کسی میشنوم روبروی میتو که دو مجلس باشه. بازو رو گفتم که دا څنګه چل و چطور بود؟ بازو گفت که 1343 کمونیستا د خانی نور محمد ترکی 1314 نفر که دو حفیظ الامین بود، نور محمد ترکی بود، ببرک کارمل بود، کشمن بود و امثال هم بود، یا دو جماعت حزب کمونیست تشکیل داد. این حزب کمونیست که تشکیل شد در امی سال 1343 قانون اساسی در وقت ظاهرشاه هم تصویب شد. دو یک ماده ای تو بود که هر کسی در خاندان شاهی باید در کابینه و در پست های مهم نباشد. امو بود که سردار ولی، مارشال شاه ولی خان و سردار داود که صدر اعظم وقت بود و با استعفا مجبور شد و خانه نشین شد. سردار داود امره ظاهرشاه و امره امی جرگه که اعضا بود که قانون پاس کرده بود، قانون اساسی، امره زو عقده گرفت و امره کمونیستا یک جا شد به تضعیف ظاهرشاه. امو وقت شروع کد ظاهرشاه که کدام روز میرفت به ایتالیا به روم، وکیل باز محمد به ما گفت به قوم علی خیل است از زرمت سالم ده گذرگاه خانهش است، لنبرش هم به شما میتم. او گفت که ما در یک موتر به پزرایی ظاهرشاه رفتیم که روم میره به خاطر یک ماه یک 15 روز که خواجه رواش و درا بودیم، ما و ببرک کارمل در یک کشتی بودیم و به ما گفت که وکیل زرمتی صاحب ظاهرشاه بازگشت نمی کند. معنی زیگپی است که ببرک کارمل گفت تو خو علم غیب نداری، معنیش که امر داود و شوروی و کمونیستا مشترکاً کودتای داود صورت گرفته. دوم
باز عملا همی گپ ببر کارمل صحیح شد که در کابینه چند وزیر از خلقی و پرچمیا بود. کمونیستا وزیرام رای سردار داوود بود. بعضی کمونیستایی تو کارا سر سردار داوود کرد که یک امتحان کانکور آورد که صنف افت هر کس امتحان بده. بسیار اول نمره ده و امتحان ناکام میشد. در سوال انسان است او باز در هیچ جا سبق خوانده نمیتانست. کمونیستا میخواست که دشمن هر ملت میخواه که مردم از دستش قلم و کتاب بگیره. هر کس که علم از کدام ملک میگیره و دشمنی او ملک است. یعنی کمونیستا دشمنه افغانستان بود که قلم از ما گرفت. بعد از او تو کارا کرد که در اینجا فیلم مرد نوزنه این فیلم در اینجا و در ایچی حبیبی مسئول جریده افغان طلوع بود. در او کاریکاتور چاپ شد. رسول الله السلام پیش بود، 9 زن پشت سرش بود. ای در کابل در جاده ها اقصا دید، خود ما دیده. بعد از او مردم در مقابلش خیش مسلمان مردم جوانا در پانتون کیچ شروع شد. یک تصحیح هم میکنم، بعضی مردم میگوید که جوانان مسلمان تنظیم ساخت و خلاف ظاهر شاه مبارزه کرد، خلاف کی کرد. 5 سال جوانای مسلمان انتظار کشید، چرا که در 43 جوانان کمونیستا که در خانه ترکی چه جور کرد. باز جوانان مسلمان که استازایش غلام محمد نیازی و استاد برهان الدین ربانی و عبدالرحیم نیازی در شاگردایش حکمتیار و امثال هم بود. باید در 1948 تنظیم جوانا را جور کرد که در پشت سرش پشت پرده استاد سیاف استاد ربانی، چرا اوجا قانون بود که استاد نمیتونه که در مظاهرات در شرکت کنه، فعالیت سیاسی کنه. شاگرده استاد ربانی مثل مولوی حبیب رحمان که از لغمان بود، در شاگرده استاد ربانی و استاد سیاف بود در پانتون شریعت در پانتون کابل. باز 5 سال بعد که کمونیستا او قرار کرد که مسلمانان مجبور شد، بعض علما مجبور شد در 1948 آمد در پلوچرخی یک مظاهره کلان تدبیر داشت. علما مولیا از تمام ولایت، از پنجشیر، از بدخشان، از مشرقی، از هرات، از قندار آمدن. اینجا که یا فهمید که علی نظام خو ظاهر شاه مسلمانان سقوط نکنه، با مشوره شوروی کمونیستا یک جا کودتا کرد سر داود و پیش از کودتا با نام یک قسم لباسا بود که ما خودم دیدیم تعینق بود که او بسیار خطرناک لباسا بود. با زنای ما در جشن اشتراک کرد در وقت داود، یعنی چیزا باعث شد. بعد از او احمدی صاحب مبارک در اینجا فیلم یوسف زلیخا چلید در سینماها در وقت ظاهر شاه و در وقت داود. کمونیستایی تو کارا سر داود کرد که هر کس متعلمین در هفته یک روز باید به سینما تمام صنف میرفت. یک تو گپاس که تو میگی که نو است. امی سلیم پیگیر کم در شما میمان میشه دیروز امرای ما بود او رو پرسان کنیم او بدم رفته در سمپی 2 بود که رفته بود با مکتب با سینما میرفت، در سینما حاضری میگرفت. هر کس که غیر حاضر میشد او را 3 روز غیر حاضر معنی معادل 3 روز بود. باز سبا روز در سرلین او را لط و کوب میکرد که چرا تو به سینما نامده ای. استاد امر شک جا میرفت، شاگردان میرفت در اوجا فیلم رنگیلا رتن هندی را میدید یا دیگه فیلمای فاحش و بد میدید. یک چقه ای در وقت داوودی کمونیستا سرشی کارا رکد. باز کمونیستا سرش او کارا رکد هاشم میوانوال که صدر اعظم وقت ظاهر شاه بود، از غزنی بود، با قوم علی خیل بود، از مقر غزنی. او را پشت خانهش نفر روان کرد. 3 روز کودتا کمونیستای کارا کرد که سردار داود تو را میخواه. او که از خانه آمد او را به زندان مزنگ انداخت. باز 2.5 سال او را تعذیب کرد، در تعذیب او را شهید ساخت. باز در اخباره آمد، در اخباره وقت همو وقت مخاندیم، در اخبار آمد که نیکتایی پوشیده بود و خود غرغره کرده و در حالی که زوجه مبارکش زنش گفت که ایره از خانه میکشید، کالای شخصی در جانش بود، نه درویشی بود، نه پتلون بود و نه نیکتایی بود. این کارا را کمونیستا کرد. این تمام او وکیلا که در وقت ظاهر شاه بود، وکیل باز محمد بود، وکیل علی نظر دوستی خیل بود، ازارگل اجی ازارگل بود، تجارا را بندیا کرد. وکیل سیف رحمان شینواری بود، یا را اعدام کرد، دیگر را 16 سال قید کرد. جوانه مسلمان را انجینر حبیب رحمان، مولوی حبیب رحمان امثالهم را تهدید کرد، گرفت او دیگر یا بعض استاد ربانی و امثالهمش مجبور شد که او هم دستگیر میشد. 1 سال انتظار کشید. بعد از او خود
از سلطنت از سلطه سردار داود و کمونیستا نجات داد به پاکستان رفت. یعنی بعضی مردم میگوید که یا با پاکستان به خوشی کسی نرفته نه به ایران، هجرت مجبور شد، برادرها و شاگردایش اسیر شد، اعدام شد و یارم دستگیر میکرد به خاطر نجات جان خود، رفت به ایران و پاکستان به دیگه وطنا. هر کس میگه این ضرورت تبیح المحظورات، گوشت خنزیر حرام است که تو میموری برات جایز است که بخوری. دیگه هجرت خو بس سنت رسول الله، سنت ابراهیم است، سنت صحابه است. خو میم به سوال زی ای کمونیستا ای تو کارا رکت بیای طبیعت را بشناسیم. یک فیلم جور کرد، ما به فیلم خودم ششتیم که خدا نیست هر چیز طبیعت میکنه. دکتر نجیب د پارک زرنگار گپ بیزد و با فارسی صحبت میکرد. ما گپای شنیدم بسیار جوانا شاید بیچاره لی خبر نیست که شمشیرزن کیست، قهرمان کیست و غلام کیست. به غلاما قهرمانا میگه، جوانه ما ملامت نیست. او میگفت که باران کی میکنه، بس دست بالا میکرد که طبیعت. ما را کی پیدا کرد؟ طبیعت. ما را کی میکشه؟ طبیعت. این د وقت داوود دکتر نجیب د پارک زرنگاری صحبت میکرد. این نجیب د پوهنتون بود و کمونیستا در رمضان هر د 33 سال یک دفعه دوران میکنه. رمضان و مثال بله 33 سال د وقت رمضان بود. کمونیستا چې پیشنهاد کرد د وقت داوود هم د ظاهرم که به ما باید، ما خو آزاد چیستیم، ما روزه میخوریم، به ما نان چاشت و نان صبح به ما برابر کنه. ما روزه نمیگیریم، ما یک داریم، باید دلایل ای کار شوه. این مسئولین پانتون گپای مرا مشنوه. ای کارا رکت، ای کارا رکت علما از بدخشان، از مزار، از هرات، از قندار، از ننگرهار، از پکتیا گفت که این خو کفر است، هیچ شروع کرد. یعنی ای تو کارا کرد که کسی باز به اون صبر نکرد، علما را، تجارا را یا را بندی کرد. حتی امو مردم در پشتو ما میگه که امو هنرمنده ما را که ما برش سندرغاڑی میگوییم به نام رحیم غمزده و به نام گلشن که اردو میلی نات چی بود دا سندرغاڑی وی، ای اردو را در جلال آباد دستگیر کرد، به دی مزنگ آورد. ما خود ما رفتم در وقت داود، علما، روحانیون، مولویا، معسلین که کسی اسلام دوست داشت به مشوره کمونیستا سردار داود وارد د زندان انداخت. بعد سردار داود به مشوره کمونیستا یک چرا جور کرد که امی چه پول چرخی را، این غوث الدین فایق نام داشت، وزیر فایده عامه بود، او سرپرست امی چه بود. این د امریکا د یک ایالت امریکا امی تو یک زندان است، امو را کاپی کرده بود، اینجا آورده بود. امی فایق که غوث الدین فایق وزیر فایده عامه بود، باز که کمونیستا آمد، باز امیرم گرفتار کرد و خاندان داوود هم گرفتار کرد، دامو جانداخت. حتی او روز به ما می وکیل باز محمد قصه کرد و دوجا تشنابا کم بود، 2-3 تشناب بود و چه زیاد بود، بندیا زیاد بود زندانیا و مردم قطار استاد میشد. این فایق که می آمد وزیر فایده عامه که امیر جور کرد امی پولی چرخی را، زندان دامی قطار استاد میشد. باز مردم دیکش میکرد که او طرف شو او طرف شو، او با مشکم پر پس به اتاق خود میرفت، یا د پلاستیک ضرورت خود را پا میکرد یا دیگه خاطریزی که تو می جور میکردی باید تشنابه را زیاد جور میکردی. ما چی خبر بوده که من دی بندی میشم. نو چاکن د چاس و مردم به دیگه مردم چا نکنه. دیگه خاندان در سردار داود حتی زنایش د پولی چرخی بندیا کرد، کمونیستا برد همونجا. علی آمدیم به ایسا که کمونیستا به این صبر نکرد که علی فهمید که سردار داود خوب بدنام ساخت. بعد از او سرش به قمانده شوروی افتسور باز کودتا کرد. افتسور که کودتا سر سردار داود کرد، سردار داود که کشته شد، د دوم روز د 9 سور مستاد بودم د وزارت دفاع د دارالمان بود. د دارالمان پشوری همونجا درخته توت بود، ولی میاد میمه که نو توت پختانه شده بود، خود توت برگشت برابر همی تو وقت بود، توت نه پختانه نگرفته بود. د اوجا اتن میکرد. ما برای پشتو اتن امرای دختره یک جا اصلا متنجر که وزیر دفاع ما بود او اتن میکرد. دیگه وزیر دفاع ما که خو یک سنتی جامعه است، غیرتی مردم است، این امرایش بازی میکرد. به اصطلاح ما شما امرای یک جا فیلمش موجود است. و باز امی کمونیستا که آمد اول روزش طریق بالا شد، ببینه و جوانا طریق بالا شد، بیرق سیرنگ ما را پایین میکرد و در مقابلش بیرق شوروی سرخ بالا کرد. نجیب هم استاد بود، چک چک میکرد و ببر کارمل هم استاد بود و امیر هم استاد بود. و طریق آیا که با بیرق سیرنگ ما شما که وقت 58 ساله بود او را پایین میکنه، سرخ بیرق شوروی را بالا میکنه، کس برش چک چک میکنه، او را شما قهرمان میگه یا او را غلام.
دیگه علی فیصله به دست مردم است. ما صرف مسائل میگم که به چشم دید چیزا را دیدیم، فیلمای زی موجود است. حفیظ الله امین آمد کابینه را که اعلان میکرد پلان گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، در فارسی گفت چی گفتم چی میویل چی گفتم، سر بسم الله خنده کرد. فیلم زی موجود است. باز گفت 15 دقیقه د مانځه لپاره تفریح ده. 15 دقیقه تفریح کرد، خو تفریح شی تو بود که هیچ کس به وضو نرفت، به نماز نرفت، بوتلای شراب به گفت کرنگ کرنگ یک دیگر را میزد و میخورد. دیگه این سنتی مسلمان 99.99% مردم افغانستان مسلمان است. این چیزا را که دید او روسا باز پیش از او بعضی مردم بگه که روسا ما را کشته. دیروز ما در یک برنامه میهمان بودیم، یک عضو حزب دموکراتیک خلق بود، او گفت که ما خوب مردم بودیم، خو روسا آمد مردم را کشت. ما باز گفتم که روسا نامده بود، 25,000 مردم اصیل و فرهنگی هرات شهید ساخت. 25,000 د 24 یهود 57 ایره شهید ساخت. او روسا نامده بود، عملی وسلش نبود، غلامایش بود. در کراړه 2000 نفر شهید کرد با گفتن نه هورا هورا، نگو بگو هورا، نگو ما که الله اکبر میگوییم. در کنر در کراړه 2000 نفر د اوجه شهید ساخت. ای تو کارای میکرد زمین از مردم میگفت 30 جریبه که زیاد بیداشتی ولو که به حلال کمی کرده بودی او را میگرفت با مودیقانه خود تقسیم میکرد. بعض امو خان امو مالدار میآورد و میگو که مرگ به ما که می زمینا را زیاد گرفته ایم. از کی گرفته؟ خب با پیسه گرفته. خب مجبور بود که چیزا را میکرد. در مکتبه دی که کسی یک استاد جبارخیل است از ننگرهار، د پانتون ننگرهار استاد بود. او یک استاد ما نماز میخواند که الله اکبر کرد و دی وخت همون نفر حادث دیگه استاد یعنی د خاد بود خو یا میشناخت. او که درون شد د وقت ترکی و که او درون د امین که درون شد و این نفر یک دفعه ورزش شروع کرد که یعنی او نپامه که به نماز استاد است. صرف نماز گذارم گیر میکرد. پلوچرخی و دیگه تمام ولایت زندانایش پر بود، پلوچرخی پر بود. همی پیلوگونه که ما میبینیم دیروز ما چلنج دادم اگه 1000 نفر د پیلوگون سرایش نشان ندادیم. او باز گفت که د پلانی جا د هرات 300 کشته شده. ما گفتم و کمونیست ما یک نفر کشتن خدای ما میگه در قرآن ما که یک نفر کسمی که انما قتل الناس جمیعا تمام انسانیت کشته باشه. تو میگی 300 نفر کشته، 300 کم است، یک نفر هم زیاد است که کشته میشه. او خداوند به یک نفر دلش که خفه شوه یا از یک نفر از او کده که بیت الله 100 دفعه ویران شوه که خفه نمیشه. باز به کشتن یک مسلمان یک انسان بیگناه. او میگه که 300 نفر هلته و 280 د کراړه بود. ای گفای زود خو ما فیصله را به شنونده و به ملت ماندم که شما فیصله کنه. ما خو به یک نفر ما خو ایمان ما دین ما است که به یک سگ او داده او به جنت رفته، یک پیشو را کشته و زنکه به تعذیب کرده او به جهنم رفته. انسان و مسلمان خوبان ما حیوانات و جنگ دو سگا را ما حرام میدانیم، جنگ بودنه را حرام میدانیم، جنگ مرغا را حرام میدانیم. این تو دین ماست. چی رسد که او مسلمان و افغان. مثلا شما از شواهد و اتفاقات از رویدادهای بسیار جالب و زنده و خوبی حکایت میکنین که یا خودتان دیدین یا به قول خودتان که از کسایی شنیدین که اونا حالی هم زنده هستن. این روایت های زنده است. میخواستم میره پرسان کنم که در همه جای شما سال پار بود، پارسال یا پیرار سال، یکی از شخصیت های جهادی که از حزب اسلامی متیار صاحب بود، باز اونا قصه کردن که امی قصه شما را بس نماز گفتین که یکی از دگروالا در وزارت دفاع بود از وقت مرحوم ظاهرشاه، بازی آمده بود در پلی چرخی در پلی خشتی از وزارت دفاع نماز عصر میخواست بخونه، باز خانهش بره با همون لباس نظامیش وضو گرفته بود، رفت در مسجد استاد شد که نماز بخونه. امی خاد یا امو آکسا امو استخبارات وقت میگه یادم آمدن دستگیر کردن، باز در دوسیهش نوشته کردن که گرفتاری در جرم بالفعل، این نماز خواندن جرم بالفعل تلقی میشد، یعنی جرم تلقی میشد، مثل قصه که شما کردین. پرسانم است که با وجود مثلا سردار داود خان آدمی بود که از خاندان شاهی و آدمی بود که بعضی برنامه‌های اعماری برنامه‌هایی که برای افغانستان داشت، حالی هم که دیده میشه یک آدمی بود که کلش به کار میکرد برای آباد عمرانی افغانستان. خود طبیعی است که مثلا که شما هم گفتین کمونیستا در پوستی ازی در آمدن، ایره اخفال کردن یا اغوا و فریب کردن. میخواستم پرسان کنم که
جامعه افغانستان، مردم مسلمان افغانستان به شکل سنتیش، آیا سردار داود خان حتی خود اعضای حزب خلق و پرچم اینا نمیشناختن که این مردم چی روحیه‌ای داره، چی انگیزه‌ای داره، چی فکری داره که اینا می آمدن با شاعر دینی، با احکام دینی این قسم استهزا و تمسخر میکردن؟ جواب زی خو کوتاهی است. ما خودم دیدم، ما پیسرم دیدم، قدرتم دیدم، اما چیزم یک نشه نکردم. خو خورد که بودم کمی نسوار انداخته بودم، یک سپیری به مگو نسوار به مگو گفتم خوب چیز است، من انداختم بس بیهوش شدم. خو ما نیشه شراب، نیشه آپی، نیشه تابلتکا، نیشه تمام دنیا نیشه یک طرف، خو نیشه قدرت دیگر قسم است. بسیار کم مردم است که خدا سرش رحم میکنه که در وقت قدرت او نیشه نمیشه. این قدرتی تو نیشه داره که هیچ چیز باز نه، آدم دین میشناسه، نه ایمان میشناسه، نه آدم کار و کور میشه، چشمش کور میشه و گوشش کر میشه. ما علی با مهارت امی مشوره میدیم که در قدرت هستیم که من وضعش هستم، به خاطر خدا گوشه خدا کر نکنه و چشمه خدا پت نکنه، ببینه که کدام خواسته های مردم غیور افغانستان باشه که خلاف شریعت و خلاف کلتور و عنعنات و فرهنگ افغانی نباشه، او را بپذیره و از کبر از غرور خود نجات بده. افغان ها یقین کنه که ما برات میگم ظاهر شاه را می کمونستا تباه کرد، چرا می کمونستا تباه کرد، داوودم مجاهدین که آمد به سب پیوست، پرچمش یک طرف رفت، خلقش دیگه طرف، کابل ویران کرد. ما خو 700 و 800 ایتو میگم که 700 امی کمونستا جغرافیه ما را خراب کرد، د 800 امی کمونستا تاریخ جهاد ما را خراب کرد، بدنام کرد. مجاهدین ما را بسیار خوب مردمات داشتیم، رهبرای خوب داشتیم، قوماندانای خوب داشتیم، خو یا بدنام کرد. این طرف هم بود تیارات دستی جو بالا میکرد، مسجد او طرف میزد که مجاهدین بدنام کنه، او طرف د توپا ششته بود کابل میزد که خوب میفهمیدی نظامی جاسور نمیزد، مردم میزد، شهر میزد که بان که او طرف مجاهدین بدنام شوه. د وقت په کولا سر کد و ریشمان ما گفتیم کولا این مجاهدین است. باز که اسلامی امارت آمد امو په کولا دور کد، ریشه کمی کلان کد، دستار زد، تیر زلی پارچی میگم سابق امارت هم امی کمونستا امی تو کد، عالم دامی سپای ماس امو مردماس یا کدام جا امره ملت بد وضعیت میکنه، ای حتما یا بدنامی امارت کار میکنه یا فاصله بین ملت و امارت پیدا میکنه. شما ببینید او امارت او حتما یا خودش کمونیست است یا بچه و نواسی کمونیست است. کمونیستای تعهد کرده که هر کس افغانستان دشمنش است، ما غلامی زو هستیم. سیل کمونیستا یگو غلامی روسا بود، امو کمونیستا آمد غلامای امریکا شد. خدا نخواسته که سبا کس دیگه کس بیای، خدا نخواسته یا غلامای امو است، یا تعهد کرده که ما به دشمن افغانستان استاد میشیم، تعهد کرده که ما دوست اسلام و افغانستان بدنام میکنیم. این بدنامی کرده، پیشم کرده علم میکنه. ما میم ده یک دو گپ سابقه خود این تو نامه خطرناک داشت، من میشناختم. 2 سال پیش مرد، یکیش اشرف بی خدا بود، بچه کاکای ببر کارمل بود، دیگه کمری، دیگه رسول بی خدا از مزار بود، دیگه داد محمد بی خدا از ننگرهار بود، عبدالخالق بی خدا از شمالی بود، جنرال. من میشناختم، ما دیده میاره. این تو نامش دین رها از لغمان بود، دین ودا که خدا پامانی هم دین میکنه، دین ودا، اسلام ودا. این تو تخلصات داشت. نور محمد رهبر خلاق اسم شما میفهمی با الحمد البشرت که صرف خداست که پیدا کننده است، خالق شده نمیتونه. این تو جدا ببر کارمل و طریقی گفت که افغان و شوروی او اصیل افغان است که امر شوروی دوستی مخلصانه داشته باشه. من میگم او کم اصل افغان است که از اسلام و از افغانستان که زیاد دوستی امر دیگه کس میکنه، امر دیگه هم کنه. خو اول دوست اسلام، دوم افغانستان، سوم افغانه، چهارم باز همسایه و هر چیز باشه. او ما او غلام میگم که کسی به دیگه کس ترجیح میده نسبت به اسلام، به افغانستان و به افغانه. دیگه یا دامو وقت اپین نمیشته میکرد که دین افین ملت هست، یعنی کسی که دیندار است اوی تو از نیشهی وری نیشهی یا در زندان شوه یا در پل سوخته شوه یا زیر خاک شوه، یعنی فودری. وای تو میگو که دین افین ملت هست. ای را به چشمه خود دیدیم کلان نمیشته میکرد. در جریده پرچم بارق شفی از لغمان ما بود، او نوشته که درود به روح پاک لینن. یا علم دارشی ببینه
او درود که ما به رسول الله در هر 2 رکعت یا 4 رکعت داخلی بعض تحیت میگوییم او درود او به لینن گفت لینن او کسی است که میگه خدا نیست اما چیز می طبیعت پیدا کرده و طبیعت چه میکنه دیگه کمونیستا این تو کارا کرد. نور محمد طریقی در گپای خود گفت ما خود پیش گفتم که چه قسم قهرمانه است که بیرق ما را تا میکنه ما برش چک چک نجیب برش چک چک میکنه. این نجیب ما یک قصهش میکنم در آخر وقتا به امریکا رفت. به امریکا که رفت در یک هتل رفت. در هتل رفت که سبا امرای قصر سپید و امرای دیگه ملاقاتا کنه. او جاموی چه برش زنکی در هتل گفت مخادمه که فیلم پرت از این صدر صاحب نجیب او پرته د چه که فیلم انداخته د فیلم آمده که میبینه که وزارت سفارت امریکا در کابل افغانا جمع شده و چه نجیب هم از د یک دستش کوتک د یک دستش سنگ است همی سفارت میزنه سفیرش دیگه کشته شده. دیگه نجیب فهمید که گپ چی است. نجیب اوجا رفته بود با گفته بود که شما استاد ربانی و حکمتیار و سیاف چی میکنه؟ این ما پیش قبله ما مسکو بود ولی قبله ما واشنگتن. چی که شما میگویی ما مور قبول میکنه چی میکنی بانی ربانی و حکمتیار و سیاف بانی بیا ما غلامتان هستم. امریکا برش نشاند. امریکا برش گفت که او مر آدم تو این تو کارا کدی او با سفیر خود تلفن کد که ټیکټ کوا چې سبا زوغلی ولی مالته ملاقاتونه برابر کړي و دای ماته پیغام راک چې نجیب هغه نه قانون د اجازه نه راکړي چې یو سفیر دی یو چا وجلی هغه د موږ رئیس جمهور په حیث بیا ومنو هغه سره د کومک ډېره مننه همت صاحب ستاسو خبرو ته بهتر راګرځو. خب بینندگان عزیز میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. شما بیننده برنامه امت از طریق شبکه تلویزیونی نور هستین که در خدمت جناب همت صاحب هستیم. همت صاحب تاسو مخکې هم د جهاد او د مجاهدینو هم یادونه وکړه او بیا هم د ثور د 7 یا اوم تاریخ هم ډېرې ښې قصې او خاطرات هم بیان کړه. غواړم دا پوښتنه هم له تاسو نه مطرح کوم چې ځینې خلک پخوا هم او اوس هم شاید چې وي دا خبره کوي چې د ثور اتم او اوم په منځ هیڅ توپیر نشته. لکه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه وایي چې د ثور په اومه تاریخ د افغانستان کې کودتا وشو د داود خان پر ضد او کمونستان نظام دلته راغله او د ثور د اتم تاریخ نه به بعد هم د مجاهدینو تنظیمانو د جنگ چې خپل منځي جنگونه وشو د دې خبرو ستاسو په نظر چې ستاسو حاضر وي د مجاهدینو سره هم الحمدلله جهادي شخصیت ډېر ښه خبرې تاسو نه ما اورېده. ستاسو نظر څه ده چې ولې دا ځینې خلک وایي چې د ثور اوم تاریخ او اتم تاریخ دواړه سره یو دی یعنی نه بیلونکي هغه د افغانستان د خلکو ډېرې ترخې خاطرې له هر دواړو نه لري؟ این دیدگاه هر کس فرق داره. ما عضو او 51 نفری بودم که در موتر ما صدیق چکری و استاد یاسر در یک موتر 6 موتر از ما بود، یک موتر استاد یاسر بود، صدیق چکری صاحب وقت موترم نبودم رش. از جلال آباد تمام شورای 51 نفری شورای جهادی برش میگفت از حکومت موقت که استاد که مجددی به خاطر 2 ماه رئیس جمهورش بود. ما امر استاد امر مجددی یک جا آمدیم دیگر د پل چرخی رساندیم. دا موجه که رسیدیم صبح شی طرف میامدیم بعض نفرا به ما گفت که تا خوار چا سره رابطه خده او د شینې په غونډۍ باندې دلته د حزب هغه دي داسې نه چې دا هغه وولي. ما کشمیر خان سره ما امر کشمیر خان صحبت کردم د مخابره که ما و یاسر صاحب و یام د قطار هستیم و او به ما گفت چې تم نه موږ په عام هغو هغه نه کوو. دا اوس حضرت صاحب چې رئیس جمهور ده راغلی ده خو تاسې د کمونستانو دغه الفاظ دا و غېږ کې نیولي هستې او راوستې روان کړي موږ ډزې نه کوو. رښتیا بیا ما دوی ته اطمینان ورکړه به یا اطمینان دادم که فیر نمیکو بعد راستی فیر نکرد. ما آمدیم راستی د سر شینه سر غونډۍ شینه ټانگه حزب اسلامی استاد بود ام وقت. یک فرق دیدگاه ما ایتو است. ما میگویم که همی کمونستا بود که دو عملا به قمانده شوروی علی به قمانده شوروی یا ای طرف شد همی کابل هم ویران کند. ما پیش دگه پای خود گفتم یعنی مردم به این دیدگاه که بگویا راستیم جهاد ده بدنام کد پاٹکا انداخت درا پاٹکا بود ده ایجا بسیار ظلما بود ده ایجا بنام گیلم جم بنام چی ای کارا رای مردما کد ده ایجا مسلمانام
ای مسلمانم میگو اگه ای را سپ خود دور کنم ما ختم میشم، او را دور کنم ما ختم میشم. ما یک گپ برای ما به استاد ربانی گفتم که استاد ربانی بعد از 2 ماه رئیس جمهور شد، در 7م روزش ما 100 نفر آمدیم در ارگ گپا زدیم ما فارسی صحبت کردم، بعض استاد ربانی پشتو صحبت کردم مثل تو که کردی. ما در همیجا استفاده میکنم از وقت رحمت به مادر و پدرت که تو اون پشتو گفتی. ما میگم که باید در هر تلاشی نفره امارات کسی که پشتون باشه او باید فارسی بگویه، کسی که پارسیوان باشه او باید پشتو بگویه، کسی که ازبک باشه او باید پشتو بگویه، کسی که پشتون باشه او ازبکی بگویه. یک خوی پیدا است که یک زبان دیگه تعصب از بین میره. هر کس کی گپ زد که تو علی میری اونجا میگی یاریزی مربیگی او برید بگو که پشتو وایه. این دشمن اسلام هم است، دشمن امارت هم است، این متعصب است، این دشمن خدا است. هر کس که ایرم بگویه که پارسی را سر وایه ما به اون لعنت میگوییم. ما کسی که میگه پشتو را سر وایه، پشتو دری 2 چشمه ماست، هیچ چشم و هیچ چشم فرق نمیکنه، هر دوی ماست دیگه. تو امور عملی کردی، ما مگه به گفای ما نمیفهمه مردم، ما از وام معذرت میخواهیم. لسان زبان لسانی ما پشتو است و 43 سال فارسی نگفتیم، علی فارسی میگوییم، کمی کمزور هستیم. خب ما یک وقت یک درس بودیم، یقین که ما تو تصمیم در بین خود که ما پشتون هستم فارسی میگفتم او کس که پشتیوان بود او پشتو میگو. مثلا اسمت الله بدخشی، خلیل مینوی، ای ابراهیم یک جا بود جهاد هم آمدیم از بدخشان بود، این نفره بود. این تو خاطره ما داریم که حد نداره، بعدا در خاطره خود 700 800 بسیار فرق داره. اون نفر یک کسی مذاق کرد به بیادر مولوی شهاب الدین گفت که او مولوی صاحب شما چقدر وقت مجاهدین هستی؟ طالبا بود که شما نجیب نکشتیم ما کشتیم. او یک مذاق هم رش کرد و کی د غار درون کرده بود د جلال بده د غار کی درون ما تیار بر د غار درون کرده بودیم شما گفته کشته شیخ وارد چه یک مذاق کرد دیگه ای اردوش. بعض یک تصحیح مدامی جمع کنم، بعضی همی کمونستایی چرا میکنه که امارت اسلامی او د پم به خلاف مجاهدین آمد، ام د پم به خلاف مجاهدین آمد. این همی خلقیا و پرچمیا کمونستا می شایر مندازند معنی مالی میگم. ملا عمر یک چشمش در وقت جهاد روس امرای مولوی محمد نبی بود، شهید شده، بچهش وزیر دفاع است. مولوی جلال الدین چند دفعه زخمی شد، یک دفعه در سرانه در چټو کندو زخمی شد، ما پشتش کدم در فیلمش هم است، بچهش وزیر داخله است سراج الدین حقانی. دیگه امی تو امی ملا حسن خودش ایچه بود، ملا منصور که سابق امیر بعد از ملا عمر امیرالمومنین بود، او در تنظیم مولوی صاحب خالص بود. بچه مولوی خالص علی رئیس سرم است، پدر مولوی خود مولوی خالص رهبر جهادی بود. یعنی این امارت اسلامی مادرش جهاد د وقت روساست، این دادی غو زیگنده ده، این زایده جهاد امو مقدس است که او جهاد او طرف پاٹکان داخت، این طرف هم کمونستا اکثر جای چه شد در اینجا مجاهدین مخلص برآمد و آمده. این مخالف جهاد نیست، این امورمانه جهاد برآورده کرده و امور نگاه میکنه. اگر علی استاد ربانی زنده می بود یقین کو که دسته امی طالبا را از امارت اسلامی را بوسه میکرد. او ما یک شاهد خدا را شاهد میدانم دیچه پنشیر پسند باز برید میم ما در غار دام اخر وقت 8 روز بعد احمد شاه مسعود د وقت باز کشته و استاد ربانی زنده بود، اردوشان زنده بود. باز ما که رفتیم با ما گفت که 28 نفر بودیم، علیم زنده است، سارونوار زنده است. گفت قسم است که یک فیر سر طالبان میشه ترب طالبان مثل سر قلب و سر جگر ما که میشه و گریان کد استاد ربانی امیشکش همی تو آمد. خدا را به گپ شاهد میبینم او به حق است و ما در دنیای گنده زندگی میکنیم. دیگه خو وقت دشمنه همی تو از فیل قیل جوړ میکرد، از بابو یا ابو جوړ میکرد، یک دیگر را به ما دشمن ساخته بود او به ایچه میکرد. حتی دمی ارک ما پیش قصه میکردم به استاد ربانی گفتم و اسلام راولم تاسو څه وایي چې کوي دا پښتو صحبت. ما باز گفتم چې استاد ربانی تا دوستم ته ولې هغه ویلې څه ورته وایي، تا ورته زوی ویلې، هغه ویلې چې کنعان هم د نوح علیه السلام زوی و کنه. یعنی زوی ویلو باندې دا معنا نه لري چې دغه د ټول خبرو سره موافق یم چې هغه به بیا خاطرو کې درته ووایم. خو 800 و 700 کوم ځکه اسمان فرق ده، دلته ګوډاګی رژیم د نجیب و د کمونستانو 800 هغه چپه که هغه له منځه لاړه او دلته په همغه وخت کې په 800 کې چې ماول راغللو صادقي صاحب د دې باګرام و موږ ناست و امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت جوړ شو همغه وخت کې. نو دغه زه ورسره ووتم د مجاهدینو سره په دغه کې یو 40 دوکانونو نه هغه راټول کړل د کیسټ هغه وخت کې دا سی ډي کیسټ وي، سی ډي نه وي هغه ټغټ هغه او دام راټول کړل دغه غونه د کابل له ښار نه سینماګان هم بند کړي. دا حالات دا غوښو دنیا دا ونه سوز غملې او کمونستانو خلقانو پرچمیانو ډیر کار وکاو په دې کې. حتی ته
ډېر وخت پورې اسف دلاور چې د نجیب وخت کې لوی درستیز و ما استاد رباني ته ویلي دغه فلم ستا تاسو ته به بیا راوړم او ما ویل استاده اوس هم د تا هغه د کمونستانو شته همدا اسف دلاور د اوس هم لوی درستیز ده دا خو لږ لرې که یو فرمان ورکړه دا لږ لرې که ویلي ګورو به نو زه یوه خبره بل هم د استا هغه کوم ما استاد نور استاد ته یې ویلې چې تاسې داسې وکئ هغه سره خبره وکئ احمدشاه مسعود سره او ورته دا ووایي چې زه وایي که وایم ما بچي غوندې ده نو د دوستم نه یکمتیار درته ښه ده یعنې دا ګوره څونه خبره ده موږ ته ویلې چې تاسې ورسئ چهاراسیا ته چاره خبره ورسره کوئ پارک کې موږ ته ویلې زه یې منمه که ما ته وایي چې زه ورسره لاړ شم که هغه چې څنګه تاسې وایي دا منم چې حکمتیار صاحب ته لاړو هغه هم ویلې چې ته تاسې وایي څه موږ در سره منو خو دا دښمنان و چې هاخوا هم ناست و ځینې دا خوا هم او دا غوږ کې به یو څه ویلې هغه ته به بل څه ویلې انسان در سره تاثیر کوي په سړي باندې نو اووم د سور اتم د سور پورې مځکه او اسمان فرق ده هغه د کمونستانو ورځ وه دا د کمونستانو د ذلت ورځ وه او دا د مجاهدینو د اسلامي نظام د راتګ ورځ ډېره ښه همت صاحب تاسو ډېر ښې خبرې هم وکړه ستاسو له خبر نه هم ډېر د حقایق څرګنده شو او موږ ډېر زده کړه غواړم ستا نه پوښتنه وکړم چې تاسو خو مخکې هم اشاره وکړه چې تاسو د جهاد په کاروان کې هم شامل وئ د کابل ته هم د مجاهدینو د رهبرانو سره راغلی استاد رباني مو لیدلی او د احمد شاه مسعود د حکمتیار صاحب او د استاد سیاف سره هم تاسو آشنایي له نږدې لیدې که خپل خاطرات هم موږ ته لږ ووایئ چې د مجاهدینو د رهبرانو د جهاد څه خاطرې که موږ سره شریک کړې ډېره وښیي یوه خاطره خو به دا شریکه کړم چې په همه یو ورځ کې حکمتیار صاحب ته لاړو هلته کېناستو سل قومندانانو زه یې ویان وم خبرې به ما کولې او فلم هم شته دی تا ته فلم راوړم نو حکمتیار صاحب ته دې انداز پورې خبر هغه کړه چې په خپل خولې غږېږي وایي حکمتیار ته په خپل خولې غږېږو هماغه لفظ چې هر کوم استاد رباني سره هغه وکړه استاد رباني ویلې په خپل خولې غږېږي استاد صاحب ته هم چې وکړه استاد صاحب هم ویلې چې په خپل خولې غږېږي یعنې استاد صاحب داسې فکر کوو چې دا قومندانان په راس کې توریالی دا د حکمتیار خبرې موږ ته کوي حکمتیار ویلې چې دا د استاد رباني او د احمدشاه مسعود خبرې کوي او دا خو موږ د خپلې خبرې کولې او دښمن به دې وژړئ دوست به دې وژړئ دښمن به دې وخندئ موږ یې دوستانو جړول به او دا خبرې م ورته کولې چې حکمتیاره تا ته هغه نه دا ښه ده او تا ته دنه دا ښه ده او یوه خبره زه د استاد رباني بله کوم موږ ته یې ویلې چې تاسې طالبانو ته ووایي چې ګورئ دغه ټغر چې ده دا به د موږ په ښوونه هم بیا لري د تاسې به داسې خلک به راغلي چې د موږ به هم دښمنان دي د تاسې به هم دښمنان دي دا موږ ته په پنجشیر کې وکړه دا خبره پنجشیر کې موږ ته وکړه خو زه هر سړي کې ښه خاطرې مي بدې خاطرې مي استاد رباني سره موږ عمرې ته تللي وو بیا یو هیات کې وو همت صاحب ډېره بخښنه غواړم پنجشیر ته په کوم وخت کې تاسو تللی وو هغه نه لس ورځې بعد بیا مسعود باندې هغه حادثه چې وشوه دغه آخر وختونه ول داسې ورځ هم راغلی چې دو دفعه ما به پنجشیر رفتیم پس آمده ایم د اینجا حکومت طالبا بود اونجا وا بود چې در بین صلح ما 25 نفر بودیم ما 25 نفر بودیم قندهار می رفتیم اینجا هم رای طالبان می‌دیدیم به خاطر صلح می رفتیم به خاطر صلح می رفتیم خب ما در ایچه طایف بی مردم ها رقم گپ میزنه در کس مثبت چیز هم است منفی هم است استاد ربانی که در او جرف یک هیئت شوروی آمده بود با وساطت سعودی در طایف ما به عمره رفته بودیم که استاد ربانی است ما گفتیم ما میریم که رفتیم استاد ربانی به سعودیا گفته بود یو چیز است که به چشم دیدیم که ما به این شرط میریم که اول واره بشنیده تالار بعد ما داخل میشیم او بعد که مجلس ختم شد اول ما بیرون میشیم ما به این راز نفهمیدیم او مطلب استاد ربانی رو ما گفتیم نی چرا ویبان که روسا به ما بخیزه ما راستی که داخل شدیم که تا روسا به واخیست به سلام شی باز کشیدیم گپ و مجلس ختم شد باز که استاد ربانی خود تایر چی بود استاد ربانی بالا شد باز همی تمام همی هیئت شوروی و سعودیا باز هم رای بالا شد تا اچرف ای به خاطر یک جهاد این تو یک عزت بخشید عزت یک خاطری خورده دیگه دارم اگه میشه دیگه منفی و مثبت است استاد ربانی که هم ریگن ملاقات کرد او د اوجه رفت دیگه رهبران هم رایش بود باز دمونجا استاد ربانی انسان است یک گیدی گله سر امو سپای گمنام مانده بود باز او را مردم ایچه داد خو ما در یکمی پیشنام گرفتم امرای خلیل مینوی و امرای اسمت الله که با قماندان امنی بدخشان هم بود امرای زو میهمان شدیم د اوجه ما گفتم مالی والا استاد ربانی ښه کار ونکو خوب کار نکرد که اوجه گل آراماند و چطور که چطور ما گفتم خوب کار نکرد والا بسیار خو همونجا یک جوان ششته بود او گفت که والا مم در میدان هوایی
پدرجان خود گفتم که خوب کار نکردی. ما تو تعجب شدم. اسمت الله به ما گفت که فرزند استاد ربانی صلاحالدین جان است. او د لیسه مجاهد شاگرد بود سپینو. دیگه ما هم یه وسیله را دیدم که او گفت که من به پدرجان خود گفتم که خوب کار نکردی. ما گفتم خداوند هر کس همی تو فرزند بده که پدرش هم یک د اجتهاد خطا میشه او میگه که خطا شده. خب یک خاطره خوبی بود که امرای ما بود. او دیگه د باری استاد ربانی او که بعضی چه شد او را ایچه میکن خو 700 800 بسیار فرق داره. ما که امیجا آمدیم د امیجا د کابل د مو 51 نفری ایچه بودیم. اینجا که آمدیم کار ما می بود که باید مردم پشت وظیفه میگشت. ما میگفتیم که صلح کنیم. با یک متیار سے میرفتیم، با استاد صاحب میرفتیم، با استاد ربانی. باز که طالبان آمد د وختم کار ما می بود. حتی د مینا د امیجا تو میرفتیم این طرف طالبان مینا مانده بود. ما سرش که با ما را نشان میده او طرف چه مانده بود مقابل طرف و با ما را چه میکرد با میرا میرفتیم به نزدیکا همت صاحب اگه خاطراتتان باقی مانده باشن بازم بر ما بگین تلاشای سالی که شما شروع کرده بودین گفتین تعدادی از دوستا بودین از مجاهدین مخلص که هر طرفی که میرفتین جانب مقابل فکر میکرد که شاید گپی جانب مقابل برای ما بگه اما شما باورتانی بود که واقعا بینانه و خالصانه برای سال تلاش میکردین چی در میان تنظیم‌های جهادی که درگیر جنگ شده بودند چی در دور بعدی که جنگ میان امارت و چیز شده بود دولت استاد ربانی شده بود می‌خواستم پرسان کنم که همین تلاش‌های سال در گذشته هم بوده حالی هم هست و همچنان در مدت 20 سالی که طالبان یک طرف بود و امریکایی‌ها جا بود از جمهوریت بود همین تلاش‌های صلح هم جریان داشت می‌خواستم پرسان کنم که در طول همین 45 سال استثنای چند سال جنگی که جهاد بود و همچنان تا فروپاشی نظام کمونیستا چرا همین تلاش‌های صلح به نتیجه نرسید مثل که شما هم زیاد در این مورد هم تجربه دارین و هم کار کردین او مردمای که میخواه که افغانستان یک مرکزی حکومت نداشته باشه و استحکام نظام در افغانستان به خود زار قاتل میدانه و ناامنی در افغانستان به خود اکسیژن میدانه او مردمای کوشش را هر وقت کرده که امیر سبوتاژ کنه خب ما بر دو طرف یقین که او طرف ما میرفتیم بسیار احترام میکرد خصوصا در آخر وقتا او این طرف که ما اسلام امارت اسلامی بسیار به ما خوب جای داده بود خو ما د جای به ما د انټرکانټیننټل جای داده بود ما مصلحین هستیم ما د یک مسجد د وجه بودیم د مسجد پولی تکنیک به خود نان پخته میکردیم تبلیغا وری خود ما میخوردیم امیر رئیس چک بود به نام ملا عباس یک خوابستانکزی څه دغه رئیس صحت وزیر صحت عامه بود ای با محمد د انټرکانټیننټل امر ما ملاقات کړ باز گفت چې دغه وتاخونو کې ته جای درکو ته مونږ ویل تا خبر صحیح تاسو د کور آباد یو په سطح کاری بل پنه مونږ په مغه جمعات کې خپل وچ ډوډۍ خوړل کله چای سره کله یو چی بنځان تاګي مګي پخې کړې امد چې چالت مونږ لاړو استاد ربانی او استاد سیاف د دوه مونږ ته په ګلبار کې خجه او ترا کوم ویل نه مونږ جمعات کې اوسېږو مونږ په جمعات کې حتی هغه دوه عربان چې کله التول نو څو شپې الته وکړي چې هغه مسعود باندې هغه حادثه وکړه دا مې عجیبه خاطره ده چې الته راغلو نو دوه هلیکاپټر راغلي یو هلیکاپټر چې کېناسته استاد ربانی و استاد ربانی را کوڅو بدخشان راغلی هغه ویل چې دا عربان مرکه کې وای صحیح د تالار بیارش بیا چې احمد شاه مسعود راغی هغه تیار را کوزه سوله بیا ته نیمه سانکاری و بوټان خپل تړل دسه استاد صاحب ورسره سپړمی سي وکړه منګم هو دا علما راغلی ما به شما آمدم ته بیا ورته ویل چې دوه عربان دي دا تاسو سره مرکه کې نه مرکه باز مسعود گفت که نه باز د بهاودین روانش کو د تخار و بعض استاد برش گفت که چطور روانش کنیم و مد هلیکاپتر باز روان میکنم روانش کو و استاد ربانی یک مخلص بود که بیا دمی تالار داموج دامو نساجی فابریکا که دامیج تمام وزیران شته کابینه را چه میکرد دامیج امر تمام مرکه کنه دغه ما چې استاد ربانی نه 4 حالت تیر دیدیم خو در 4 حالت یک رقم دیدیم د بندیخانه دیدیم استاد ربانی را معنی ذکر د جلال آباد شورای قومندانای مشرقی ما میاف رهبرا را بندی کرده بودیم د جلال آباد نظربند بود د نظربند ما یک حالت بود بعضی رهبرا بسیار جدی بود خفه بود که چرا بندی شدیم ما میگیم که اتفاق کنی که اتفاق دفعه چه مایوقین برش می آوردیم یک دفعه یتیمار می آوردیم یک دفعه زنار می آوردیم میگو از خدا بترسه این تو پروگرام را سرش کردیم خو استاد ربانی د امو وخت مو تو امو یک حالات بود د هجرت هم دیدیم د پاکستان یک قصه شد بسیار خو مولوی محمد گل بود یک فاتحه رفتیم که پس می آمدیم د لنکروزر د یک موتر ما استاد ربانی بودیم مولوی محمد گل احمد گل مولوی از لغمان بود چارباغ د کچا گاڑی برش بیو که د وجه چادر را مردم به خود مانده بود یک 20 چادر بود زن خانه آمده بود نم ای د 58 د اول وقت استاد ربانی که پرسان که به بادیگار گفت که بره چند خانه است
مولوی محمد گل گفت که پوښتنه یې وکړئ چې د کوم ځای دی او د چا کسان دي. استاد رباني گفت د چانه مهاجر دی و افغانان دی پرسان تعداد نفرش کو که همقه خیمه و همقه مواد برش بدیم. ما اخلاص استاد رباني دیدم که ایران ای برد معلومه که ولا حزبی تو بود جمعیتی تو بود فلانی یک اخلاص داست که وجه مردمی نمیگفت که فلانی است. دوم د ریاست جمهوریم دیدم هم تو بود در ریاست جمهوری قدرت باز د غار پنشیرم دیدم که یعنی همو یک رقم حالات د چهار حالات که دیدم یک رقم حالاتش بود او کدام ایچه نمیکد تغییر ایچه نامده بود که در وقت قدرت یک رقم باشه و در وقت غار دیگه قسم باشه و در وقت هجرت دیگه قسم و در وقت بندی شدن دیگه قسم باشه. یعنی تا آخر محمود تبسم امو چوبتیش بالکل با امو ایچه بدل نشد. ندیدیم که ازی خفه شده باشیم ایچه. یک خاطره ما بود با هر صورت او با ما گفته بود که در برای امی صلح ایچه که هرچی میشه ما با امر شما حاضر هستم در هر خدمت. اوی گپر در نزد خدا ما میگم که یک گپ یک زد که در اشتباه ما امیم یک اشتباه است که امام را امر مقتدیا من نکردم یکی نکردم و به جنگ شد. یعنی امر ملاها یعنی امر طالبات جنگ شد. به بسیار خفا هستم. خدا گواه است که به ما گفته بود دامی آخر وقتا این گپ زد که دو گپ که یک مرمی سر طالب میره مثل سر جگر و قلب که میره دوم این گپ زد که یک اشتباه بزرگ از ما شده. خب چش نکردیم که امام امر مقتدی ملارا امر ملت به جنگ انداختیم. این یک اعتراف خداوند برش خیر بده. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر میکنم همتی بزرگوار از اینکه تشریف آوردین و صحبت‌های خیلی خوبی کردیم. فقط 5 دقیقه دیگه فرصت داریم. 15 دقیقه نورم فرصت لرو تاسو ته چې که خاطره وایي که بحث جنبندی کوي که نور کوم خبره چې په پښتون کې مطرح نشو تاسو غواړو چې وایي تاسو په چوپر کیو. مطلب می است که علی دشمنا دیگه کدام ایچه نداره. یک چیز که ازر چی چه شو رسول الله سلام از او مرا بسیار ترسانده که امی منتتون امی یک بسیار تعصب قومی. ما میگم که هر کسی را در پنشیرم گفتم محمد شاه مسعود شته بود استاد ربانی شته بود بسم الله خان تمامشان ما دوی سخنرانی استاد ربانی کرد دامو وقت که باز 10 روز بعدش محمد شاه مسعود باز کشته شد. استاد ربانی کرد باز محمد شاه مسعود باز استاد صاحب باز مخستم که دو جامو که پزدم علی میگم هر کس که غلام باشه در فارسیوانه او پسر ببر کارمل است که روسا آورد. هر پشتون که غلام باشه او بچه شاه شجاع است که انگریزا را آورد. هر پشتون که ایمان داشته باشه او این تو است مثل ملا عمر و مثل حکمتیار و مثل جا و هر پارسیوان که ایمان داشته باشه امی تو است مثل استاد ربانی و سلطان محمود غزنوی و هر کسی که ایمان د پشتونا داشته باشه تو است مثل احمد شاه بابا نواسی احمد شاه بابا که هندوستان فتح کرد. هر فارسیوان که ایمان داشته باشه او نواسی سلطان محمود غزنوی است که سمنات بت دای بت خاک شکستان. ما لعنت به او دانا میگوییم که تعصب قومی لسانی سمتی ولایتی و منطقوی کسی که تعصب میکنه و کبر چیره میگویه غمت الناس و بطر الحق که حق پټ میکنی و مردم پایین میبینی. ما با امارت یک مشوره میتم باید به تمام یک فرمان صادر شوه که در هر چک پوست هر پشتون باید فارسی بگویه هر فارسیوان باید پشتو بگویه تا که تعصب از بین بره و دیگه حربه نداره. یگانه آله که علی پیدا میشه به دشمنای افغانستان و اسلام و افغانه او همی تعصب قومی و لسانی است که دی جلوی را ما بگیریم انشالله دیگه مشکلات اقتصادی رم خدا حل میکنه هو رزاق و مشکلات امنیتی حل میشه دیگه خود که تعصب بگیریم او کبر افغانه هر چیز قبول میکنه کبر پدر خودم قبول نمیکنه. باید با کبر معامله امر نکنیم که در هر جا با امارت یک مشوره میدم که کس گپ میزنه این کار عکس گرفتی که او دلیل میگه تو نگو مو دلیل نگو بیشی امی کبرسی تو نگو که او نه تو برش بگو دلیل بگو یادار چطوری چرا تصویر میگرفتی او دلیل خدا برات بگو این که میگه دلیل مو کی نه و درېږه این کبرس این مردم پاش ایچس دیگه سلام باید عام شوه. رسول الله سلام میگه که او چیزا به شما نشان بدم داش میگم که او را شما عملی کنی و افشو سلام عام کنه کسی را که میشناسی یا نمیشناسی سر سلام. عبدالله ابن مسعود یک دفعه رفت بازار میگشت سلام علیکم یک صحابی هم راجع بود یک سلام پس آمد و صحابی از پرسان که این چیز را خریدی نه چیز را فروشتی این 2 ساعت در بازار د پروشگاه کابل چی تیر کردی او گفت تو نه بسیار کلان کار کردم
رسول الله سلام گفته که افش سلام، سلام عام کنی، افشا کنی، یعنی عام کنی. ما بار کس به دکاندارم سلام مینداختم، به ټیکسیم ما سلام به خود کسرشان میدانیم. هر کس که سلام به خود کسرشان میدانه او متکبر است، او ظالم است، او ناروا است، او دشمن رسول الله است. سلام به خرد و به بزرگ از رسول الله سلام که عزتمند و عالمتر و پیغمبر خیر للعالمین است، او به هر کس سلام مینداخت. پیش از او باید لنکروزرا والا به ټیکسیا سلام بداده، ټیکسی به موترسکل به بایسکل والا به پیاده رو. چقدر خوب زندگی میشه. دیگه آخرین نظر امامی است که هر وقت مثل کمونیستا که هر کس که کسی را غلام میسازه، ما قلم و کتاب از دستش بگی، باز توی نمیتانی که قلم و کتاب علم نباشه، انجینر نداری، دکتر نداری، اتوم نمیستانی، بزازی وزارت چره عربی شونزه عربی پانتون نمیتانی. باز یعنی علم و قلم آزادی گرفته به تفنگ میشه و به شمشیر میشه، خو نگاه کردنش به کتاب و به قلم میشه. اما که چند دفعه از انگریزا گرفتیم، بعد از ما قلم ایچه گرفته، بعد از روسا ما رامی تو ایچه کده. علی الحمدلله امارت اسلامی امیرالمؤمنین فرمان صادر کده که در هر بلیس افغانستان در هر جا به تمام پسرا ما تعلیم عام میکنیم، به جوانا با تعلیم اصلی و تعلیم دینی این تمام را عام میکنیم. چرا که سر هر حکومت لازم است که شکمای مردم مسیر کنه، شکم به انجینری شیر میشه، به زراعت شیر میشه، این به مکتب ضرورت داره. دیگه یک خواهش ما همی است که افغانان همت کنه او خالی به حکومت انتظار نکنه، قلم و کاغذ بگیره، کتاب بگیره، علم یاد بگیره که بعد ما با دوچار مشکلات آینده نشیم. باید انجینر هم خود داشته باشیم، مریضی ما به خارج نروه، تخم خارجی به ما نبیه. از همینجا هر چیز خود ما کودی کیمیایی کنیم. خوب مواد خام داریم، خوب هوا داریم، خوب زمین داریم، خوب هر چیز داریم. باید ما به خود اکتفا کنیم. جهانی جنگا شروع باز میشه. ما به ملت میگم با امارت اسلامی که هر ولایت هر ولسوالی باید به خود اکتفا شوه که از 50 سال پیش ما می تو خود کفا بودیم. هر کس می تو مرغان نگاه کنه، گاوان نگاه کنه، زراعت کنه، او آبداری کنه، او چی کنه، این چیزا را کوشش کنه که آینده مشکل به دیگه مردم محتاج نشیم، به پای خود استاد شویم. بسیار زیبا، بسیار خوب. معذرت میخوام که فارسی مکمه چی بود کس نفهمیده باشه. بسیار خوب است، بسیار زیباست. باز هم تشکر میکنم از شما، تشکر از شما یک دهاتی نفر اینجا آورده. شما خو بزرگ ما هستین، شما خو نام خدا بسیار قصه های خوب تاریخ زنده و شهید زنده جهاد ما هستین. خداوند شما را خیر برکت بده و همچنان عمری طولانی و صحت کامل نصیب شما بسازه. بازم تشکر میکنم. سلامت باشید، زنده باشید. خب بینندگان عزیز، داشته های بحث و برنامه امت که در همینجا به پایان رسید. تا بحثی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به الله یکتا و توانا میسپارم. خداحافظ و نگهدار شما.